салом шунавандаҳои гиромӣ. силсила гуфторҳои хониши бадиӣ ба таваҷҷӯҳи шумо рамани теғи пурасрори Ҳабибулло Ёров дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Саторӣ. оғози гуфтори 14. نامه‌ای خونالود. صیاد هیچ فراموش کرده نمیتواند نامه سمن چشم براه را که سال قلب از جیب عسکری 20 ساله تاجیکی در یک عملیات جنگی در سنجر نیمروز هلاک گردیده بود گرفته و به دستش داده گفتند همشهریت از تاجیکستان میشناسی؟ در قبط نامه عکس یک جایه دو دلداده پهلوی هم ایستاده، سر دختر مائل به کتف چپ جوان و بر روی جوان رسم نرسم به پیشانه دختر، در لبها تبسم و در نگاه ها جهان جهان آرزو و امید احساس می گردید. در پایان عکس زیر متن کوتاهی خوشنویس شده صورتگیرخانه صنف 11 سال 1984 یک چینار. نامه چنین نگاشته شده بود: نظام، البته تو میدانی که 366 روز برای من چقدر دراز است. کاش که یک سال همگی 66 روز می بود. من تقویمی در نامه فرستاده ات را با 366 سوراخی با سوزن کرده گرفتم و باز همین قدر روز دیگر در پیش. این به گفتن آسان. من هم تقویم کیسگی با خود دارم. تو روز ختم عسکری را می شماری و من روز وصال. ولی من تقویم را سراخ نکردم، بلکه در اطراف هر رقم حلقچه کشیدم. تقویمی به نام تو گرفتم را دلم نشد که سوزن زنم. من این هر دو تقویممان را در البوم خاطره صنفمان گذاشتم. دین همصنفان سعید و لطفالله و جمیله به خوابگاه اینستیتوت نزد من آمده بودند. مسئله توی لطفالله و جمیله را مصلحت کردیم. ماه اوگوست توی. از کرسی دویم جمیله به شعبه غایبانه گذاشتنی. روزی توی معین شود برای دعوتنامه میفرستند. میدانم که تو آمده نمیتوانی. از تو پرسان شدن. گفتم که نقص تقویم یک ساله خدمتش را فرستاده است. سلام گوی گفتم. کی توی میخوریم؟ شوخی کرده پرسید جمیله شیطان. وعده همان است. بعد از کرسی سیم گفتم اوه تا نظام کرسی سه می شود که تو کمپیرک می شوی کو؟ خندیده گفت جمیله شیطان. نظام نه، من کرسی سه می شوم. نظام کرسی یک را ختم می کند. انا آن وقت نظام در مسئله کسب فکرش را دیگر نکرده است؟ پرسید سعید. من نه گفتم که در مکتب پیشترت نوشته بودی که البته معلم گیوگرافیا می شوی. سعید که دایم از معلمه گیوگرافیا همون تنبیه می گرفت بینی اینج کرده ای وای یگان فنی حلالتر را برایش توصیه دهی نمی شود؟ گفت به من نگریسته اقلا مثل انا این لیلی و مجنون به لطفالله و جمیله اشاره کرده یگان خیمیه پیمیه خواند گوی. لطفالله و جمیله باشد دایم با نشان چوبی خریطه به سر سعید زدن و بنوکی تیزی آن به شکمش خله کردن معلم دلبر کبیر آمنا را یادآور شدند و خوب خندیدیم. بیچاره سعید باشد حالا هم کاهی کهنه را باد میکنید. گفت نیم شوخی و نیم جدی. عموما همین فن مجمل در کار نیست. دولت ها مخلوق و چارپا نیستند که حرکت کنند و جایهایشان را تغییر دهند. بعد برای من دانستنی در کجا بودن امریکا و در کجا جایگیر شدن ماداگاسکار چی لازم؟ پول داشته باشم شد عملیات میبرد کو. خلاصه ما تو را یاد کردیم. سلامی همصنفان را برایت میفرستم. جان شیرین 2 هفته باز به قشلاق نرفتم. به امتحانهای تابستانه تیاری میبینیم. وقت کم مانده است. کرسی یکم وزنیم بوده است. 5 امتحان و 7 سنجش. این شنبه قشلاق روم. البته مادرت را خبر میگیرم.
میدانم تو به مادرت همیشه در مکتوبهایت تأکید میکنی که سمن را احتیاط کن مادر جان، مثل که مادر من هم همیشه من را تأکید میکند در مکتوبهایت نویس که نظام خودش را احتیاط کند. قسمت نصیبه ما را بی پدری کرده بوده است. پدر روی تو را ندیده از عالم گذشته و من سیمای پدر را در یاد ندارم. شاید همین چیز ما را به هم نزدیک کرد و از خردی انس گرفتیم. یاد داری هنگامی در صنف 4 خواندنمان به یتیم بچه ها از طرف مکتب لباس داده بودند و من پالتوی سرخ و به تو خاکستر رنگ. روزی دیگر مادرهایمان پالتوچه های مکتب دادگی را آورده به دیرکتور برگردانیده جنجال هم کرده بودند. ما همه چیز داریم، نفقه پدرشون را دولت داده می ایستد، به خیرات احتیاج نداریم گفتند. مادرهایمان هم اولین بار همان روز شناس شده بودند. بدتر در مجلس های پدر و مادران همیشه در قطار پدران 2 مادر اشتراک میکرد، مادر من و مادر تو. همین طور مادرهایمان اول دوگانه شدند، بعد چنان انس گرفتند که با وجودی در همسایه دهگی زیستن مثل اپا و خواهر زود از احوال یکدیگر خبر می گرفتند. بار اول تو به خانه ما هنگامی در صنف 9 خواندنمان همراه مادرت به توی اپا هم آمده بودی. من از خرسندی در کرته هم نمی گنجیدم. هنگام استقبال مادرمان یکدیگر را آغوش و سپس مادری تو مرا به آغوش گرفته بوسید و مادری من تو را. آنها با ایما و اشاره چیزی به یکدیگر فهمانده هر دو خندیدند و دست دادند. من آن لحظه خود را دیده نمی توانستم، ولی تو بناگوشت مثل لاله سوپ سرخ شده بودی. پس از چند من هم بار اول همراه مادرم در توی زنگیری اکد به خانه شما آمدم. بعد از آن آمد و رفتی دایمی همان سر شد و من بعد روزهای تولد اهل خانواده هایمان را با هم می گذرانیدیم. آنا همین طور آیله هایمان با هم دوست شدند و من و تو دوست داشته یکدیگر. بله، دوستداری های به اظهار محبت که این به من بسیار معقول و مقبول بود. ولی از چی باشد حالا بسیار می خواهم که تو برایم بینویسی. سمن جانی من دوستت می دارم. شاید برای آن که سالی از هم جداییم و باز می خواهم که در اولین دیدار هم بگویی دوستت می دارم سمن. بگذار آهسته هم باشد، حتی زیر لب هم. خیر، با سلام. سمن تو 23 می سال 1986. بوی خیانت. صیاد با سرعت راه رفته ایستاده رفتی حادثه‌ای به سرش آمده رو بار دیگر تحلیل کرد. ما حق نداریم تو را مجبور کنیم. تو با راه نظامی نامده ای، ولی اجرای سپارشی مخصوص هرچند که کمونیست نیستی تو بر این 1 نفر را تقاضا دارد. 30 سال قد و قامت حتی افت و بشرت بسیار موافق است. اگر عکس حاضره تو و عکس امروزه شخصی برای ما در کاری را پهلوی هم گذارند، آنها را فرق کردن دشوار. انا همین چیز برای ما در کار. بر ضمن این طی سالهای زیاد کار کردنت در مناطق گوناگون افغانستان عنعنه و عرف و عادت مردم هم شهرنشین و هم دهاتیان را خوب میدانی. زبانی دری را مثل افغانها با مثل و مقالهایش گپ میزنی. همه این الکی نیمی موفقیت است، نصف دیگرش از برداشت و طاقت و جرأت خودت وابسته است. تأکید کرد هنگام صحبت مشاور کمیسریت نظامی منطقه. صیاد حیرت زده به پلکونیک دانچنکو می‌نگریست که مسئله رزویدکا با مشاور کمیسریت نظامی چی ربطی دارد. پلکونیک رموز گرفت و به صحبت آشکارا گذشت. مثل که تو رسما در نظر مردم ترجمان سرمشاور حزبی منطقه هستی، ولی حتی شفت هم خبر ندارد که در اصل وظیفه تو جمع آوری معلومات مخصوص
از دو ولایت برای مرکز است، نه ترجمه 4 جمله مصلحت آمیزی کار حزبی که به این هم کاتب حزبی منطقه همچون ختم کرده مکتب عالی حزبی اتحاد شوروی چی کار کردنش را نقض می داند. من هم وظیفه دیگر دارم، گفت دانچنکو و پس از آن که توقف کرده علاوه نمود. من علاقه در این باره بسیار لقیدم. آنچه را گفتم که باید دیگران ندانند، ولی من به خصلتنامه و کار و بار تو بیش از 1 سال است که شناسم و برای روزی مبادا هر یک قدمت را می آموختم و حالا به تو اعتماد دارم. در این سفر تنها به تو باور دارم با چند دلیل. یکم، آموزش همه جانبه تو. دویم، مانندی ظاهریت با شخصی برای ما در کاری. و سیوم، از همه مهمان است که کسی دیگری موافق نداریم. از همه آن 10-12 نفر افسری که با نام مشاوران و ترجمان در اختیار دارم، یگان نفر قواره افغانی ندارم. خودت نغز میدانی 3 قزاق و 2 قرغیز و 2 ترکمن که به قوم هزاره ها بیشتر مانند هستند. باقی 4-5 روزه که از 1 روزه راه شوروی بودنشان معلوم است. از آنها نه امکان چوپان ساختن است و نه خیش دوری آدمی برای ما در کاری. دیگر اینکه در این منطقه طی فعالیت کاریشان اینها را خوب می شناسند و ناگهان غیب زدن هر یکی از اینها در وضعیت فعلی باعث شبهه شده می تواند. حالا هر کدام کادرهای ما زیر نظر رزویدکه خارجی است و خیانتکاری ها هم احساس می شوند. هرچند دانچنکو روی راست نگفت، ولی صیاد احساس نمود که پالکونیک به تازگی زیر دستانش شبهه دارد. صیاد در خاطر دارد که بار در مرکز به کارش با شبهه نگریسته تاکید کردم که معلومات های فرستاده‌اش با معلومات های امنیتیان و مشاوران حزبی موافقت نمی کند. آن لحظه به نظر صیاد چنین نمود که وقتهای آخر به کار و فعالیت او با نظر شبهه می نگرند. چرا؟ وی آنقدر احتیاطکار است که هر یک قدمش را وجب به وجب چین کرده می گذارد. از درس و سنجش ایوان ایوانویچ گذشتگی شخص نباید به خطا گیرا دهد. تأکید مربی مخصوص آموزش امنیت اطلاعاتی و رژیم مخفی فعالیت کارگزاریش را به یاد آورده فکر میکرد صیاد. در قسم مخصوص سفارت به قول ارکه است تمام پیشنهادهایش را خوب قبول میکنند، ولی در مرکز چی گپ؟ صیاد هنوز نمیدانست که در سیاست بزرگ دیگرگونی های جدی در نظر است و قربانی های زیاد در پیشند. حقیقت اصل را کسی نمی گفت، بلکه کسی دقیق نمی دانست که ما کجا روانه ایم. حتی در کرمل هم بجز از 2-3 نفر منصبدار سطح عالی حزبی و دولتی خائن و فریفته شده وطن فروش که از آن سوی اقیانوس برایشان کوه طلا وعده کرده بودند، هیچ یک کسی اندیشه از بین رفتن اتحاد ابرقدرت شوروی را در ذهن خود راه دادن نمی توانست. تنها تخمین و فرضیه گویی ها بود و خلاص، که آن هم پسی پردگی بود. بیوروی سیاسی تازه انتخاب گرباچوی وکالت و صلاحیت های قبلی خود را چون ارگانی راهبری کننده دولت از دست داده بود. حتی با صلاحیت ترین ارگانی دولتی KGB هم بر اثر خیانت های داخلی خود بخبر مانده بود که تحت شعار بازسازی از هم پاش دادن دولت ابرقدرت شوروی و شکست سرتاسری سوسیالیسم در نظر داشته شده است و موافق به نقشه تسرو سال قبل از آن که گرباچوف خائن به سر قدرت آورده شود با شریک دستی سفیر کبیر اتحاد شوروی در کانادا یاکولیو فروخته شده در قسم مخصوص سفارت امریکا در اتاوا روی کاغذ
آمده بود. انا همین طور مؤلف بازسازی سیرو هم مؤلف عضو بیوروی سیاسی کمیته مرکزی KPSS یاکولیف عملی کننده این طرح خیانت ضد بشریت کاتب گنرالی کمیته مرکزی KPSS میخائیل گورباچوف و با این خیانت متش ضد دولت و ضد حزب کمونیستی اولین منصبدار عالی رتبه شریک گردیده دیگر عضو بیوروی سیاسی کمیته مرکزی KPSS وزیر کارهای خارجی اتحاد شوروی شوردنادزه بودند. سیاد بعد سالها این حادثه و واقعه ها را با هم قیاس نموده و تحلیل کرده به خلاصه آمد که از خیانت سطح عالی منصبداران دولتی و حزبی خود پالکونیک دانچنکو هم اگر واقعا هم او دانچنکو باشد آن وقت آگاهی داشته است. ولی چرا چاره ناندیشید؟ اقلا اعتراض نکرد؟ واقعا به کی هم باید عرض میکرد؟ در حالی که میدانست آب از بالا لایست و ماهی از سرش بو میگیرد. من از کارمندان امنیت و مشاوران حزبی بوده بیشتر به مردم محل باور دارم، گفته بود با قطعیت سیاد در جواب به ایراد مرکز. آنها دهقان، مزدور، دکانداری، کمبیزاعت، معلم دهات، خواننده مکتب، چوپان بر این مردم عادی افغانند و در فکر گرفتن هیچ گونه عنوان و وظیفه و رتبه هم نیستند. از کسی هم وابستگی ندارند. آنها از شنیده و دیده هایشان در خصوص این یا آن حادثه و واقعه بین همدیگر روی راست میگویند که آن دلیل و فکتی کمیاب است. دیگر اینکه موافق دستورالعمل، تحلیل و خلاصه برداری وظیفه من نیست. ثانیاً اگر من معلومات های جمع آورده ام را در موافقه با امنیتیان و مشاوران حزبی فرستم و تشکیل نمودن باز یک گروهی نهایت مخفی آموزش افکاری مردمی محل که اعضای این گروه حتی یکدیگر را نمیدانند چه ضرورت بوده است؟ و در صورتی با آنها مصلحت و مشورت کردن. این امنیتی ها و مشاوران با ما با کدام چشم می نگرند؟ منطق کجاست؟ اگر به معلومات امنیتی های و حسابات از روی این معلومات نامه ها تیار کرده مشاوران حزبی باور کنیم، مقدار کشته شده های جانب مخالف در یک سال اخیر از مقدار عمومی گروه های در حدود منطقه عمل کننده از 2 برابر هم زیاد است. حتی از روی معلومات آنها یکی از قماندان های معروف مخالفین در طی یک سال اخیر 3 بار از بین برده شده است. مردم محل قصه هم بافتند که گویا قماندان صاحب با مشاوران در این خصوص موافقه هم داشته است. در کرمل مسئله به پرگی برآوردن قوه‌های محدود ما را از افغانستان عین زمان در دایره‌های تنگ رهبریت مورد محاکمه جدی قرار داده و تیزانیده ایستادند. گپش را ادامه داد پالکونیک. این کار امروز یا فردا رشاد شده خروج پره اسکران ما از این سرزمین آغاز می شود. جنگ 7 ساله چی نتیجه داد؟ ما باید در نزد جامعه جهانی حسابات دهیم. بنابراین حالا مسئله مصالحه ملی به میان آمده است. این منطقه اساساً مکان عبور مجاهدین بوده. در قاچاق مواد مخدر به آن سوی سرحدات و قاچاق سلاح از خارج به داخل کشور موقعی معین دارد. باید اولین شده در این منطقه با مخالفین صلح اعلان کرده شود. ما در این باره از مرکز سپارش گرفته ایم، ولی قوه‌هایی که تا حال ما را جنگجو معرفی کرده و گویا برای صلح در افغانستان خودی آنها کوشش می‌کردند اکنون خلاف صلحند. مقصد معین. هر کاری که SSSR پیش می‌گیرد مخالفینش باید عکس العمل نشان دهد. حتما بدی کار در آن است که بعضی از نظامیان عالی رتبه ما هم به این جنایت شریکند. انا باز یک سبب دیگر این که من از حسابی زیر دستانم
توکل کرده برای اجرای این سفارش مهم کسی را فرستاده نمیتواند. شنونده های عزیز، شما романи تیغ پراسروری حبیبالله یورف رو در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری شنیدید. محرر سعیدزاده آبیجان، کارگردان انوشه خوجامова. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتاری 14